اساسی هر دو دسته که چون اینجا اشاره کردیم صدای هشدار داور از آغاز قسم اولی دیدار هر دو دسته درک میدهد. بازی میکند، تجربه خوب هم دارد از حساب شرکت در بازی های جام کنفدراسیون فوتبال آسیا. باری دیگر هم دروازه‌بان و اینجا اکبلت جونز و فرصت را خیرالله عزیزوف. خیرالله این فوتبال بازی جوانی ناحیه فرخار امروز هم ببینید به مخلصانش نشاط و شادی آورد و در دقیقه 8 دیدار حسابی واخوری کشاده شد و واقعا هم اینجا ارتیام برانوفسکی و چون اینجا اشاره کردیم که در یک فرصت تحکیم دادن مناسبت های دوستی میان خلق های سیاره است. باری دیگر توجه میکنه به همین لحظه که یک بار فوتبال بازان حاصلات هم چون توپ را باز هم بازیگران دسته حاصلات تحت نظارت خود قرار دادند. یکی و بعدا نفر دوم حسن رستم و باری دیگر اکبلت جونز و سلسله هجوم های دسته حاصلات در این جریان. ببینید که محبت به سرمربی خیلی قوی است. این رو هم الکی بازیگران در جریان دیدار امروزه نشان میدهند و برای دروازه‌بان هم بازی جریان گرفتنش تماما ناممکن است. واخوری ادامه می‌یابد. از این خاطر کمی توقف کرد داور. اما ثانیه های به شما رو هم با این نوبت گرفت. وقت سپری می‌گردد قسم اولی دیدار برای فوتبال بازان ناحیه فرخار. بهترین و جالبترین لحظه بود در موسم امساله فوتبال کشور. هم گویم اشتباه نمیکنیم که با دروازه دسته آوازه‌داری استقلال دو گل وارد کردند. اکوفو گرشون هم یک امکانیت مساعد را برای ثمره بخش انجام دادنش امکانیت داشت. اما باز یک فرصت دیگر رو باز یک بار دیگر خنده بلب می شده باشد. انا خنده تبسم در لب و دمیتری بارکوف نتیجه بازی را تغییر داد. با سرش توپ را وارد توری دروازه رستم رضایف کرد و حساب تغییر یافت. 1-2 جهت عملی کردن نقشه های جدید، یعنی برابر کردن حسابی بازی امروزه. 1-2 یومین و سومین ضربه کنجی باری دیگر. هیجان، احساسات زیاد. سفرعلی، حسن رستموف، ابراهیم ربیموف، موسی صادق، بیک عبدالغفاروف، همه در مجموعه نفرانی که امروز محمد جان حسن و اکنون رستم رضایف ببینید که بسیار در یک حالت مشکل و ناگوار قرار دارد چون همان حرکت ها و تلاش های فوتبال بازان سفید پوش اینجا البته آسیبش دادند. اکنون بگذار همین 2 یا 3 دقیقه وقتی باقی مانده را کمتر هم از این بیشتر در خط دفاع سپری کنید و صدای هشدار داور از انجام بازی دسته های استقلال و حاصلات درک میدهد. حاصلات در مسابقه جام عالی تاجیکستان استقلال را با حساب 2-0 شکست داد. این بازی در حضور 15,000 نفر مخلص در ورزشگاه مرکزی ناحیه شهر فرخار، شهر حصار نظرت برگزار گردید و فرخاری ها امروز خیلی زیادن شماره اشان و موسی امروز خیلی جهد و کوشش کرد با کمال صداقت و احترام و سراما در ابتدای موسم امساله چمپیونات مملکت تبریک میگوییم و امید است که این دسته در موسم امساله از این هم بازی جالب را نشان داده میتواند.